با سلام احترام خدمت همه دوستان، امیدوار هستم همه شماها خوب و صحتمند باشید. شما را خوش آمدید میگم به پنجمین درس حساب ما که در این درس ما شما بخیر قرار هست روی قابلیت های تقسیم صحبت کنیم. و در درس های گذشته ما تا عملی تقسیم خوانده بودیم. دوستانی که ویدیوهای گذشته را ندیدن لطفاً 4 تا ویدیوی قبلی که در بخش حساب هست حتما ببینید، چون حساب اولین بخش ریاضیات هست، خیلی مهم هست، خصوصا ویدیوی اولی حساب که در اونجا برای شما مسیر مشخص میشه و میفهمین که ما در بخش ریاضیات قرار است چی مسیر را طی کنیم و چگونه بخش های ریاضیات را، چند بخش داره، چگونه این بخش ها را میخوانیم و ترتیب از این بخش ها چه قسم هست. بران ویدیوهای گذشته را حتما تماشا کنین، بعدش بیایم به ویدیوی پنجم و قابلیت های تقسیم که امروز ما قرار است در اینجا در موردش صحبت کنیم. و همچنان اگر این ویدیوها براتان مفید بود حتما با دوستانتان هم شریک کنین، ویدیوها را لایک هم بکنید و سوالاتی که دارین در کامنت بنویسید و کامنت های مقبول و زیبای شما باعث میشه که ویدیوها را هرچی بیشتر کیفیتش بهترتر بسازیم. خب ما میایم به درس خود. در درس امروزی قرار هست ما قابلیت های تقسیم را بخوانیم. پس عنوان میگیریم قابلیت های تقسیم. خب قابلیت های تقسیم را من از 1 شروع تا 12 را کلا براتان درس میتم و میگم که قابلیت های تقسیم از 1 تا 12 تعریف هایش چگونه هست و اصلا ما این قابلیت های تقسیم را به خاطر چی میخوانیم. اول شما باید این را بفهمین. ببینین دوستا، من اگر یک عدد داشته باشم، مثلا عدد 8. عدد 8 اگر ما بخوایم چند تقسیم کنم میره، این عدد 8 بالای بعضی از عددها پوره تقسیم میشه، ولی بالای بعضی عددها پوره تقسیم نمیشه. منظورم از پوره تقسیم شدن این هست که اگر ما بیایم 8 را بالای چند نفر تقسیم کنم، آیا پیش ما چیز باقی میمانه یا نمیمانه. این بستگی داره به تعداد نفرها. اگر تعداد نفرها 1 نفر باشد، خب امی 8 مکمل برش میتم، پیش ما هیچ چیز نمیمانه. پس من اگر طرف راست از امی عدد بیایم عددهایی را نوشته کنم که فقط با امرای ما، یعنی هیچ چیز باقی نمیمانه، یعنی باقی مانده ما 0 میشه، بنان اگر تعداد نفر 1 نفر باشد کلا تقسیم میشه. دیگه اگر تعداد نفر 2 نفر باشد، خب به هر کدام از اینها ما 4 تا میتیم، پوره تقسیم میشه. تعداد نفر اگر 4 نفر هم باشد، به هر کدام از اینها ما میاییم دو دانه میتیم. 4 نفر اگر باشند، 2 برازی 2 برازی و 2 برازی 4 دانه، دوی ما 8 میشه. و حتی اگر تعداد نفرها 8 نفر باشه، به هر کدام از اینها یک دانه وقتی میتیم، میبینیم به کل از اینها تقسیم میشه. بناهن 8 را اگر بالای 1 نفر، بالای 2 نفر، بالای 4 نفر، بالای 8 نفر تقسیم کنیم، پوره تقسیم میشه. اما اگر اینمی 8 را ما شما بیایم بالای مثلا عدد 3 تقسیمش کنیم، خب پوره تقسیم نمیشه. چرا؟ چون بر از می 3 اگر ما دو دانه بتم، 2 برازی 2 برازی 2 برازی، خوب میشه 6. 3 برشان داده نمیتونم، چون 3 دانه 3 ما 9 میشه، از 8 کده زیاد میشه. یعنی اگر 3 برش بتم، 3 برازی 3 برازی باز برازی 2 میمانه. یعنی پوره تقسیم نشد برای کلشان، به یکی کمتر رسید، به یکی بیشتر. بنان پس ما بعضی خاطر از این میگیم 8 ما بالای 3 پوره تقسیم نمیشه. دیگه عددی که بالایش پوره، مثلا بالای 5، بالای 5 هم پوره تقسیم نمیشه، بالای 6 پوره تقسیم نمیشه، بالای 7 پوره تقسیم نمیشه. پس اینی عددهایی هستند که بالای از یا پوره تقسیم نمیشه. اما این تقسیم شدن و نشدن را خب من از روی ازی فهمیدم که جدا کل اعداد نوشته کردم، بعد از او فهمیدم که این عدد بالای ازی پوره تقسیم میشه یا نمیشه. اما قابلیت های تقسیم میآید برای ما این توانایی را میته که ما از روی شکل یک عدد بفهمیم که اینی عدد بالای کدام عددها پوره تقسیم میشه، بالای کدام ها تقسیم نمیشه. پس ما قابلیت های تقسیم را به خاطر از همین میخوانیم که ما بفهمیم که این عدد ما بالای کدام عددها از 1 تا به 12 بالای کدام عددها پوره تقسیم میشه و بالای کدام ها پوره تقسیم نمیشه. پس قابلیت های تقسیم
شاید 100% کمک ما نکنه، اما یک 90% یا 80% کمک میکنه به ما که بفهمیم که این عددا بالای دیگه عددا پورا تقسیم میشه یا نمیشه. پس ما میایم قابلیت های تقسیم رو شروع میکنیم. هدف ما از خواندن قابلیت های تقسیم همین است که ما شما بفهمیم که عدد ما بالای دیگه عدد پورا تقسیم میشه یا نمیشه. پس هدف از خواندن قابلیت تقسیم همین هسته. پس ما یک هدف نوشته میکنم در اینجا. پس هدف از خواندن قابلیت های تقسیم این هست که ببینیم آیا یک عدد بالای یک یا چند تا عدد دیگه پورا قابل تقسیم هست یا خیر. پس عدد دیگه در این قسمت ما شما داریم چند تا عدد دیگه پورا قابل تقسیم هست یا نیست. پس ما میخوایم امیره در قابلیت های تقسیم ببینیم. پس ما شروع میکنیم از قابلیت تقسیم بر یک. قابلیت تقسیم بر یک. خب ما شما میفهمیم که بالای یک تمام اعداد قابلیت تقسیم را دارد. ما این را از قبل میفهمیم که بالای یک تمام اعداد قابلیت تقسیم را دارد. بگذاریم که یک شام من بیایم به این شکل نوشته کنم. ما شما از تقسیم میفهمیدیم که هر چیز تقسیم یک مساوی به خود عدد میشه. این را میفهمیدیم. پس اگر من 8 را بیارم تقسیم بر یک کنم میبینم که خود 8 میشه. اگر یک عدد طاق را بگیرم مثلا عدد 19 وقتی تقسیم یکش کنم میبینم پس خود 19 میشه. یا یک عدد دیگه مثلا بگیرم مثلا عدد 5 تقسیم بر یک کنم میبینم که پس خود 5 میشه. پس ما از اینجا میبینیم که هر نوع عددی که باشد بالای یک قابلیت تقسیم را داره. پس ما میگیم تمام اعداد قابلیت تقسیم بر یک را دارند. پس میگیم تمام اعداد قابلیت تقسیم بر یک را دارند. میریم روی قابلیت تقسیم بر دو. میگیم اعداد قابلیت تقسیم بر دو را دارن که رقم اولشان یا صفر یا عدد جفت باشد. تمام. پس اعدادی که رقم اول آنها صفر یا جفت باشد قابلیت تقسیم یا قابلیت تقسیم بر دو را دارند. درست است؟ پس اعدادی که رقم اول آنها صفر یا جفت باشد قابلیت تقسیم بر دو را دارند. ببینید دوستا، اونو اعدادی که رقم اولشان صفر یا جفت نباشد به این معنا نیستن که اونا بالای دو تقسیم نمیشن. میشن تقسیم، اما پورا تقسیم نمیشن. یعنی اگر اونا رو بیایم بالای دو تقسیمش کنیم میبینیم که در آخر پیش ما یک چیز باقی میمانه. اما اعدادی که وقتی رقم اولشان صفر باشد یا جفت باشد، منظور ما از عدد جفت میفهمیم کدام عدد است. یعنی 2 باشد، 4 باشد، 6 باشد یا 8 باشد. اینی عددا جفت هستند. پس هرگاه رقم اولشان صفر یا جفت باشد این عددا را وقتی بیایم بالای دو تقسیم کنیم میبینیم پورا تقسیم میشه. یعنی هیچ چیز همراه ما باقی نخواهد ماند. مثلا مثالای شبیه این که ارائه کنیم. مثلا عدد فرض کن عدد 20. من اگر عدد 20 را بیارم بالای دو تقسیم کنم پورا تقسیم میشه، چون 10 برشان میرسه. یا عدد دیگه که رقم اولش جفت باشد مثلا 16 رقم اولش جفت است، یعنی چند است؟ 6 است. پس ما میبینیم که وقتی رقم اول 6 یا جفت باشد اینی 6 خودش جفت است دیگه. پس این عدد بالای دو قابلیت تقسیم را دارد. یا مثلا عدد دیگه فرض کن عدد 28 رقم اولش 8 است، جفت است، پس بنابراین بالای دو قابلیت تقسیم رو داره. یا عدد 34 عدد قابلیت تقسیم بر دو را داره. یعنی اگر بیایم 34 را بالای دو نفر تقسیم کنم برای هر کدامش 17 میرسه و من هیچ چیزی نمیمانه. بنابراین اینی عددات تمامشان قابلیت تقسیم بر دو را دارن. اعدادی که رقم اولشان صفر باشد، هر قدر صفرایی که باشد، در فقط رقم اولش برای ما مهم است، رقم اول صفر باشد یا یک عدد جفت باشد، مثلا 200 فرض کن مثلا 406 یک عدد اولش میبینیم 6 است، رقم اولش جفت است. پس بنابراین این عدد قابلیت تقسیم بر دو را دارد. یعنی کامل تقسیم میشه، پورا تقسیم میشه. عددی که رقم اولش جفت یا نباشد یا صفر نباشد، مثلا عدد 85 مثلا، ببینید رقم اولش طاق است، رقم اولش جفت نیست، 5 است، 5 یک عدد طاق است. پس این عدد را اگر ما بیایم بالای دو تقسیم کنم میبینم که برای هر کدام از این دو نفر 42 میرسه. خود 42 جمع 42 میشه 84.
یک دانه دیگه میمونه پیش من، یعنی پورا تقسیم نمیشه. اونو یک چه قسم کنم؟ برازی بتون نمیتونم داده به هیچ کدام، مجبور نصفش کنم و ما نصف کردن را نمیخوایم در قابلیت های تقسیم. در قابلیت های تقسیم بحث ما سر از این هست که اعداد ما باید پورا تقسیم شود، یعنی نصف نباشد. پس این از قابلیت تقسیم بر دو. فهمیدیم که یک عدد از روی قوارش چه قسمی بفهمیم که یه بالای دو قابلیت تقسیم را داره یا نداره. رقم اولش میبینیم، اگر صفر بود یا جفت بود بالای دو قابلیت تقسیم را داره، اگر نبود ندارد. بدون از اینکه بیایم از ماشین حساب استفاده کنیم، رقم اول که میدیدیم جفت یا صفر نبود، میگیم قابلیت تقسیم بر دو را ندارد. میایم قابلیت تقسیم بر 3. خب قابلیت تقسیم بر 3 را چگونه بفهمیم که یک عدد بالای 3 قابلیت تقسیم را دارد یا ندارد؟ ما هرگاه بخوایم ببینیم که یک عدد بالای 3 قابلیت تقسیم را دارد یا ندارد، مجموعه ارقامش را پیدا میکنیم. هر قدر رقمی که داشت جمع میکنیم، میبینیم که عدد ما بالای 3 قابلیت تقسیم را داشت، امی مجموعه ارقام، پس خود عدد هم داره. اگر مجموعه ارقام قابلیت تقسیم بر 3 نبود، خود عدد هم نیست قابلیت تقسیم، پس ما تعریف کوتاهی برش نوشته میکنیم. خیلی خوب، پس ما میگیم هرگاه مجموعه ارقام یک عدد بر 3 پوره تقسیم شود، خود عدد نیست بر 3 پوره قابل تقسیم است. خب ما اگر یک عدد کسی بر ما بده، مثلا عدد 531، میگه آیا ای بر 3 پوره قابل تقسیم هست یا نیست؟ میگم تو یک دقیقه صبر کو که من مجموعه ارقامش پیدا کنم. اگر دیدم که مجموعه ارقام یک عدد، خب دقت کن، اگر دیدم که در این عدد مجموعه ارقام، خب دقت کن، این مسئله بسیار مهم هست، مجموعه ارقام، نمیگم که مجموعه ارقام بالای 3 پوره قابل تقسیم باشد، میگم مجموعه ارقامش 3 شود یا 6 شود یا 9 شود. خب اینمی 3 دانه عدد قابل تقسیم بر 3 را داشته می باشن. 12 هم داره و اینا هم داره، ولی خب من سر از این 3 دانه اینا رو برات میگم که چرا. پس من میایم در 538 مجموعه ارقامشان رو پیدا میکنم. مجموعه ارقام از این را اگر پیدا کنم، میگم 5 جمع 3 جمع 1. مجموعه ارقامش رو پیدا میکنم. 5 جمع 3 میگه 8. 8 جمع 1 میشه 9. میبینیم که این مجموعه ارقامش مساوی به 9 هست دیگه. پس میگم این عدد قابلیت تقسیم بر 9 را داشت، خود عدد هم حتما بالای 3 قابلیت تقسیم را دارد. پس هرگاه اگر ما بخوایم یک عدد را ببینیم که بالای 3 قابلیت تقسیم را دارد یا ندارد، میایم مجموعه ارقامشان رو پیدا میکنم. اگر مجموعه ارقامش بالای 3 قابلیت تقسیم را داشت، خود عدد هم قابلیت تقسیم بر 9 را بر 3 را حتما داره. مثلا عدد 800 فرض کن مثلا 82620 یک عدد طولانی هست. تو اگر قابلیت تقسیم را نفهمی، باید از ماشین حساب استفاده کنی ببینی که بالای 3 پوره قابل تقسیم است یا نیست. ولی کسی که قابلیت تقسیم را بلد باشه، او چی کار میکنه؟ میگه بیا مستقیم مجموع ارقامشون رو پیدا کن. خب میگه 8 جمع 2 جمع 6 جمع 2 جمع 0. خب میگه مجموع ارقامش چند شد؟ میگم 8 و 2 10، 10 و 6 16، 16 و 2 18، 18 جمع 0 پس خود 18. چون 0 همراه هر چی جمع کنی پس خودش میشه دیگه. 18. میگه استاد جوابش 18 شد. اگر کسی ضرب زبانیش خوب باشه، او مستقیم میفهمه که 18 بالای 3 قابلیت تقسیم را داره. چرا؟ چون 6 3 18 میشه. ولی بازم اگر دیدی که نفهمیدی که بازم قابلیت تقسیم دارد یا ندارد، بگوی 8 جمع 1. دوباره مجموع ارقام پیدا کنی، هیچ مشکلی نداره. خب 8 جمع 1 دیگه، یا 1 جمع 8. منظورم امو 18 را بیا مجموع ارقامش دوباره پیدا کن. 1 جمع 8 چند میشه؟ 9. میبینیم که 9 در اونجا شامل بود، پس این که تقسیم میشه، خود عدد هم حتما قابلیت تقسیم را دارد. پس اگر دیدی که یک عدد مجموع ارقامش پیدا کردی و دیدی که مجموع ارقام از این عدد را مثلا نفهمیدی که قابلیت تقسیم بر 3 را داره یا نداره، دوباره جمعشان کو، یعنی دوباره مجموعشان رو پیدا کو. یک مثال دیگه هم مثلا من کار میکنم. مثلا اگر عدد داشته باشیم، میگی آیا قابلیت تقسیم بر 3 را داره؟ میگم تو یک لحظه صبر کو که من مجموع ارقامش پیدا کنم. خب میگه 9 جمع 1 جمع 8 جمع 7 جمع 2 جمع 0 جمع 0. اونو صفرها را اگر هیچ هم نگیرین، اصلا او را جمع هم نکنین، چون پس خود عدد میشه. 9 جمع 1 میشه 10. 10 جمع 8 18. 18 و 7 25. 25 جمع 2
25 جمع 2 میشه 27. 27 جمع 0 27. 27 جمع 0 27. 27 را میگم من نمیفهمم که بالای 3 قابلیت تقسیم را داره یا نداره. خب میگم باز مجموع ارقامش پیدا کنی هیچ مشکل نیست. یعنی 2 جمع 7. 2 جمع 7 چند میشه؟ 9. میبینیم که قابلیت تقسیم بر 3 را حتما دارد. پس اینا قابلیت تقسیم بر 3 را داره. مثلا اگر یک عدد دیگه داشته باشیم 250 میگه آیا قابلیت تقسیم بر 3 را داره؟ میگم صبر کن که من مجموع ارقامش پیدا کنم. خب میگه چه قسمی پیدا میکنی؟ یعنی میگم ارقامش با هم جمع میکنم. یعنی 2 جمع 5 جمع 0 چند میشه؟ 2 جمع 5 7. 7 جمع 0 7. آیا 7 و 3 دانه عدد شامل است که من برات گفتم 3 و 6 و 9 نیست؟ پس این قابلیت تقسیم بر 3 را نداره یا حتما ندارد. پس او که قابلیت تقسیم بر 3 را نداشت یا قابلیت تقسیم بر 3 را نداره. پس این شکلی ما شما میام قابلیت تقسیم بر 3 را ما شما میبینیم که عددا بالای 3 قابلیت تقسیم را دارد یا ندارد. میایم به قابلیت تقسیم بر 4. قابلیت تقسیم بر 4 را چگونه تعریف میکنیم؟ میگیم اعداد بالای 4 قابلیت تقسیم را دارن که 2 تا رقم اولش، این دفعه دیگه نمیگیم یک دانه رقم اول مثل دواری، این دفعه میگیم 2 تا رقم اولش 0 باشد یا اگر 0 نبود اتو یک عدد باشد، امی 2 تا رقم اولش اتو یک عدد باشن که بالای 4 قابلیت تقسیم را داشته باشن. پس تعریفش چگونه میکنیم؟ میگیم هرگاه 2 رقم اول یک عدد صفرها و یا اعداد باشند که بر 4 پوره تقسیم شوند، این عدد بر 4 قابلیت تقسیم را دارد. خب چگونه؟ مثال میدیم. هرگاه یک عددی را دیدی که همین 2 تا رقم اولش 0 بود، مثلا 8500، همین 2 تا رقم اولش که همین 0 بود، بفهم که عدد بالای 4 پوره قابل تقسیم است. اگر ماشین حساب بگیری، اگر خودتش تقسیم کنی، اگر هر چی کنی باقی مانده 0 میشه، یعنی پیش ما هیچ چیزی نمیمانه. اگر ما 8500 را بیاریم تقسیم 4 کنیم، حتما اگر ما بیاریم این را بالای 4 تقسیم کنیم، وقتی تقسیمش کنیم میبینی که باقی مانده حتما 0 میشه، یعنی هیچ چیز باقی نمیمانه. چرا ما این گپ را پیش بینی میکنیم و دقیق میگیم چون قابلیت تقسیم بر 4 را یاد داریم. برای ما میگه اگر 2 دانه رقم اولش 0 بود، بالای 4 پوره قابل تقسیم هست. گاهی موقع ممکن 2 دانه عدد اول 0 نباشه، بیشترش 0 باشه، مثلا به قسمی. خب بازم برای ما 2 تا اول مهم هست، اونها که 0 بود تمام عدد قابلیت تقسیم بر 4 را دارد. یا هم اگر یک عدد را دیدین که 2 دانه رقم اولش 0 نبود، یک عددی بود که بالای 4 قابل تقسیم داشته باشه. مثلا چه قسم یک عدد؟ مثلا عدد 12 16 20 24 28 32، این تو عددا باشه بالای 4 قابل تقسیم را داره. مثلا 9212 میگه آیا این عدد قابل تقسیم بر 4 را دارد؟ میگم صبر کن که من قابل تقسیم بر 4 را ببینم. میگه 2 دانه رقم اولش 0 باشه. خب از این 2 دانه رقم اولش 0 نیست. میگه صبر کن یک حالت دیگه هم داره. اگر 0 نبود ات یک عدد باشد که بالای 4 تقسیم شود. میگه 2 دانه رقم اول از این چی است؟ خب میگه 12 هست. 12 بالای 4 پوره قابل تقسیم است. بله قابل تقسیم را داره چون 3 4 12 میشه. پس وقتی قسمی عددم باشد او عددم قابل تقسیم بر 4 را داشته می باشه. یا مثلا 5620 میگه این عدد قابلیت تقسیم بر 4 را داره. میگم صبر کن 2 رقم اولش رو ببینم. میگه 2 دانه رقم اولش 0 نیست. میگم چند است؟ میگه 20. بله میگم داره. چرا؟ میگه چون 20 بالای 4 پوره قابل تقسیم است. خب 5 4 20 میشه دیگه نه؟ پس بناهن 2 تا رقم اول باید 0 باشد یا تو یک عدد باشد که بالای 4 تقسیم شود. میگه کدام عددا مثلا باشه؟ مثلا 12 16 20 24 32 36 40 44 48 52 56 این تو عددا باید باشه. پس این از قابلیت تقسیم بر 5. قابلیت تقسیم بر 4. میایم به قابلیت تقسیم بر 5. قابلیت تقسیم بر 5 خیلی آسان هست. پس من عنوان نوشته میکنم قابلیت تقسیم بر 5. تعریفش چگونه میکنیم؟ میگیم هرگاه رقم اول یک عدد مثل از امو 2 هست اما دیگه یک کم فرق داره. میگیم رقم اول یک عدد 0 مثل 2 واره، اما در اونجا میگفتیم رقم اول 0 یا جفت، اما دیگه نمیگیم جفت. میگیم هرگاه رقم اول یک عدد 0 و یا 5 باشه، یعنی خود 5. پس این عدد قابلیت تقسیم بر 5 را داره. بیاین که تعریفش نوشته کنیم.
پس میگیم هرگاه رقم اول یک عدد 0 و یا 5 باشد این عدد قابل تقسیم بر 5 را دارد. خیلی آسان. میگیم هرگاه عددی که رقم اولش 0 باشد، مثلا 240، مثلا 5620، رقم اولش میبینیم 0 هست. یا اگر رقم اولش 0 نبود، عدد اولش 5 باشد، یعنی 3465، 22975. پس این متعددهای بسیار زیادی دیگه هم هستن. هرگاه رقم اول یا 0 مثل از این دوتا یا 5، اینمی عددها قابل تقسیم بر 5 را دارن. این شد قابلیت تقسیم بر 5. میایم به قابلیت تقسیم بر 6. خب قابلیت تقسیم بر 6 را چگونه تعریف میکنیم؟ قابلیت تقسیم بر 6 را ببینین خودش یعنی هیچ کاره هست. وقتی ما یک عدد را میخوایم ببینیم بالای 6 قابلیت تقسیم را داره یا نداره، باید اول ببینیم که بالای 2 3 دارد یا ندارد. یعنی اگر بالای 2 3 داشت، بعد از اویام داره. یعنی به این معنی که وقتی میری پیش 6 میبینی که ازش میپرسی که عدد بالای تو قابلیت تقسیم را داره یا نداره، میگه برو اول از 2 بپرسان کو، بعدش از 3 بپرسان کو. اگر بالای از 2 تا تقسیم شد، حتما باز بالای هم تقسیم میشه. پس بنابراین میایم تعریفش طوری نوشته میکنیم که قابلیت تقسیم بر 6 بر ما میگه هرگاه یک عدد همزمان بالای 2 و 3 پوره تقسیم شود، بالای 6 نیست پوره قابل تقسیم هست. این تعریفش است. پس من اگر یک دونه عدد داشته باشم که عدد را ببینم که آیا بالای 3 پوره قابل تقسیم هست یا نیست. خب فرض کن یک عدد داشته باشیم، مثلا 3420 فرض کن. میگه این عدد بالای 6 قابلیت تقسیم را دارد یا ندارد. میگم تو یک لحظه صبر کو. اول این عدد را من باید ببینم که بالای 2 قابلیت تقسیم را دارد یا ندارد. اگر بالای 2 قابلیت تقسیم را داشت، بعد بالای 3 ببینیم. خب بالای 2 قابلیت تقسیم را دارد یا ندارد. میگم صبر کو، من قابلیت تقسیم بر 2 را یاد خود بیارم. میگه هرگاه عددی که رقم اولش 0 باشد، بالای 2 تقسیم میشه. اینا رقم اولش 0 پس بالای 2 میشه. خب میگه خب بالای 2 خوش شد، باش که من ببینم بالای 3 هم میشه یا نمیشه. بالای 3 کدام عدد تقسیم میشد که مجموع ارقامش بالای 3 تقسیم شود. پس مجموع ارقام میگم 3 جمع 4 جمع 2 جمع 0. خب وقتی جمع کنیم 3 و 4 7 7 و 2 9 9 جمع 0 9. میبینیم که این 3 بالای میشه. پس بالای 3 هم تقسیم شد. میگم وقتی بالای از این دو تا تقسیم میشه، حتما بالای 6 هم قابلیت تقسیم را دارد. پس هرگاه یک عدد بالای 2 3 پوره تقسیم شد، این عدد بالای 6 هم قابلیت تقسیم را حتما دارد. مثلا یک مثال دیگه کار میکنیم. فرض کن اگر داشته باشیم مثلا 132 فرض کن 132. آیا میگی قابلیت تقسیم بر 6 را دارد؟ میگم تو یک لحظه صبر کن که من بالای 2 ببینم. رقم اولش جفت است، بله داره بالای 2. خب رقم اول بالای 3 اگر میخوایم ببینم، میگم مجموع ارقامش چند میشه. خب میگم مجموع ارقامش دیگه باید پیدا کنم. این قسمت 1 جمع 3 4 4 جمع 2 6. مجموع ارقام 6 شد، بالای 3 تقسیم میشه. پس وقتی بالای 3 و 2 شد، بالای 6 هم حتما قابل تقسیم را داره. پس هرگاه یک عدد بالای 2 3 پوره قابل تقسیم داشت یا قابل تقسیم را داشت، بس او در او صورت میگیم که عدد بالای 6 هم قابل تقسیم را دارد حتما. این شد قابل تقسیم بر 6. میریم روی قابل تقسیم بر 7. قابل تقسیم بر 7 یک کم زرگک تعریفش طولانی هست، اما طریقه ساده است. من تعریفش نوشته میکنم، بعدش میریم روی سوالش. خب دوستا، تعریفش یک کم طولانی هست، ولی نترسید چون مید اصلا تعریف نیست، اما طریقه یا روش کار هست که ما چگونه ببینیم یک عدد بالای 7 تقسیم میشه یا نمیشه. و من این را براتون خلاصه میسازم مال ده 3 نکته. میگم هرگاه بخوایم که ببینیم یک عدد بالای 7 قابل تقسیم را دارد یا نه، یا قابل تقسیم است یا نه، رقم اول آن را حذف کرده و دوچند میکنیم و از ارقام باقی مانده تفریق میکنیم. اگر حاصل تفریق 0 و یا عددی باشد که بالای 7 پوره تقسیم شود، این عدد قابل تقسیم بر 7 را دارد. پس بیاین یک کمی خلاصیش کنیم. چگونه خلاصه کنیم؟ میگیم رقم اول حذف. پس اگر بخوایم که یک عدد را ببینیم بالای 7 پوره قابل تقسیم است یا نیست، رقم اول حذف.
دومین کاری که انجام میتیم میایم دوچند میکنیم. بگذارین دوچند بودنش هم داریم اینجا، یا خب جدا نوشتیش کنم، بگذارین جدا نوشتیش کنم چون ساده تر شد براتون. دوچند، رقم اول حذف شده یا رقم حذف شده دوچند. رقم حذف شده چی باید شود؟ دوچند شود. خب در مرحله سوم میایم از ارقام باقی مانده چیش میکنیم؟ تفریقش میکنیم. پس از ارقام باقی مانده این سه تا مرحله هست. در مرحله 4 میبینیم اگر حاصل تفریق 0 و یا عددی که بالای 7 را تقسیم شود. خب میایم یک سوال کار میکنم. مثلا فرض کن که عددی داشته باشیم مثلا 147. میگه آیا این قابلیت تقسیم بر 7 را دارد یا ندارد؟ میگم صبر که من رقم اولش حذف کنم، یعنی اینی رقم اول چی میکنیم ما شما؟ حذف میکنیم. خب میگه 7 است. بعدش میگم دوچند کنم، یعنی چی؟ یعنی ضرب 2 کنم. 7 ضرب 2 میشه چند؟ 14. حالا ای که دوچند شد، امی دوچند را باید از او ارقامی که باقی مانده از او باید تفریقش کنیم. خب چی باقی مانده بود؟ دیگه 14 مانده بود. دوچند ما چی بود؟ 14 بود. پس میایم اینی 14 دوچند را منفی میکنیم از او ارقامی که باقی مانده. از 4 که 4 برود 0، از 1 که 1 برود 0. میبینیم باقی مانده 0 شد. باقی مانده چی شد؟ باقی مانده 0 شد. پس وقتی باقی مانده 0 شود میبینیم که میگیم این عدد قابلیت تقسیم بر 7 را دارد. اگر باقی مانده 0 نشد، باز در اون صورت میگیم باقی مانده 0 نشد و یا یک عددی که بالای 7 تقسیم نشود او قسم یک عدد شد، باز میگیم قابلیت تقسیم را ندارد. ممکن در بعضی حالت ها باقی مانده 0 نشود، یک عدد شود که بالای 7 تقسیم شود. مثلا خود 7 شود، 21 شود، 28 شود. اینا تو عددها که وقتی شود، بازی عدد را ما شما میگیم قابل تقسیم بر 7 را چی دارد. مثلا یک مثال دیگه ما اگر بخوایم کار کنم، مثلا 357 میگه آیا قابلیت تقسیم بر 7 را دارد یا ندارد؟ میگم تو صبر کن که من رقم اولش حذف کنم. میگه 7 است. فرض کنی قسمی. خب میگم ضرب 2 بسازش میشه 14. میگم 14 را بیار از این منفی کن از چیزی که باقی مانده. اویی که حذف کردیم دیگه او رو در نظر نمیگیری. اویی که باقی مانده از 5 که 4 برود 1، از 2 که از 3 که 1 برود 2. میبینیم باقی مانده 0 نشد اما 21 شد. چون 21 بالای 7 قابلیت تقسیم را دارد، پس این عدد هم بالای 7 قابلیت تقسیم را دارد. یا مثلا یک عدد دیگه داشته باشیم مثلا 924. آیا من قابلیت تقسیم را دارد یا ندارد؟ میگم اجازه بدید که من رقم اول حذف کنم. میگه 4 ضرب 2 کنم میشه چند؟ 8. 8 بیارم از این تفریق کنم. 8 که بخوایم تفریق کنم از 2 8 نمیره، یکی برش قرض میکنیم 12. از 12 که 8 برابر 4. در اینجا مانده 8. 84 هم برای من عدد بزرگ است، نمیفهم که تقسیم میشه یا نمیشه. میگم خیر است، مشکلی نیست، باز حذفش کن. 4 ضرب 2 کن میشه 8. 8 بیار از این منفی کن. 8 منفی 8 0. ما میبینیم باقی مانده 0 شد. پس وقتی باقی مانده 0 شود، یعنی ای باقی مانده که 0 شد، این عدد هم قابل تقسیم بر 7 را دارد. امیدوار هستم قابل تقسیم بر 7 را فهمیده باشین. خیلی روشش سخت نیست، فقط تعریفش کمی طولانی هست. امیدوار هستم که فهمیده باشید انشالله. خب میاییم به قابلیت تقسیم بر 8 را میخوانیم. 7 را تمام کردیم، میایم روی قابلیت تقسیم بر 8. خب دقت کنیم. قابلیت تقسیم بر 8 اگر بخوایم تعریفش کنیم طوری میگیم اعداد بالای 8 قابلیت تقسیم را دارند که 3 تا رقم اول یعنی 1 ها، 10 ها و 100 هایش 0 باشد و یا ای تو یک عددی باشد که بالای 8 پر تقسیم شود. ما قبلا در 4 گفته بودیم که دو عدد مهم بود برای ما، 0 بود یا عدد باشد که بالای 4، ولی در 8 میگم 3 تا عدد اولیش یا 0 ها باشد یا عددی باشد که بالای 8 پر قابل تقسیم باشه. پس تعریفش من نوشته میکنم. پس این از تعریف قابلیت تقسیم بر 8. هرگاه 3 رقم اول یک عدد 0 و یا عددی باشد که بالای 8 قابل تقسیم باشد، این عدد قابلیت تقسیم بر 8 را دارد. مثالش میبینیم. مثلا اگر ما یک عددی داشته باشیم 5000 یا فرض مثال 54000 مثلا، عددی هست که 3 رقم اولش 0 هست، پس این عدد قابلیت تقسیم بر 8 را حتما دارد. یا مثلا عدد دیگه 98 5 0 0 0
مثلا این عدد. یا مثلا فرض کن عدد دیگه 8200 یا 82240 فرض کن. پس این عدد هم قابل تقسیم بر 4 را بر 8 را ببخشید داره. چرا داره؟ میگه استاد سه رقم اولش صفر نیست، چرا قابل تقسیم بر 8 را داره؟ خب به خاطر از اینکه سه رقم اول درست است که صفر نیست، اما سه رقم اول تو یک عددی هست که بالای 8 تقسیم میشه. میگه چند است؟ میگم 240. میگه 240 تقسیم میشه؟ میگم بله تقسیم میشه. برو در ماشین حساب تقسیمش کو، حتما تقسیم میشه. پس بنابراین ما میگیم سه تا رقم اول صفر باشد و یا یک عدد باشد که بالای 8 پورا قابل تقسیم باشد. یا مثلا 98,000 فرض کن 872. میگه آیا این قابلیت تقسیم را داره یا نداره؟ میگم بله قابلیت تقسیم بر 8 را داره. میگه چرا؟ میگه سه رقم اولش خود صفر نیست. میگم صبر کو، سه رقم اول درست است که صفر نیست ولی 872 است. خیلی میگه چطور میفهمی که 872 بالای 8 تقسیم میشه؟ من یک طریقه براتون یاد میتم، ان شاء الله در کسرا بیشتر از این طریقه استفاده میکنیم. چطوری بفهمی که 872 بالای 8 پورا قابل تقسیم است؟ خب بگی یک دانه 8 7 نمیشه، صفر تقسیم میکنیم. به خاطر 7 میگم نمیشه چون ازش که کوچک است. بنان دور امرایش میگیریم. وقتی دور امرایش بگیریم 72 9 دانه 8 72 میشه. از همین خاطر میفهمم که تقسیم میشه 109 شد. یا مثلا در مثال پیشترینش 240 را چطور فهمیدم که آیا 240 پورا قابل تقسیم هست یا نیست؟ از کجا فهمیدم؟ خب از اینجا فهمیدم 3 دانه 8 24 صفر تا میکنم 30 میرسه. پس بنان از این طریق هم میفهمین که عدد قابل تقسیم دارد یا ندارد. طریقه اختصار برای میگن که بعدا ان شاء الله در کسران بیشتر رویش کار خواهد کردیم، ولی فعلا هم اگر میتونین این شکلی میتونین ضرب کنین تقسیم کنین و بفهمین که عدد قابل تقسیم دارد یا ندارد. میایم به قابل تقسیم بر 9. خب میایم قابل تقسیم بر 9 رو من تعریف میکنم. ببینید در کتابا تعریفی که برش داده طوری هست، میگه هرگاه مجموعه ارقام یک تا عدد بالای 9 تقسیم شه و خود عدد هم تقسیم میشه. به نظر من این تعریف هم درست است، کاملا درست است، ولی من یک کمی میخوایم ساده تر بسازمش. چگونه تعریفش نوشته میکنم؟ میگم هرگاه مجموعه ارقام یک تا عدد 9 شود، این عدد قابلیت تقسیم بر 9 را دارد. خب میگه استاد بعضی موقع ها 9 نمیشه، بیشتر از 9. خب باز او را دوباره جمع کن. اینا رو برات میگم. پس در تعریفش من نوشته میکنم. ببینید دوستان، هرگاه مجموعه ارقام یک عدد 9 شود، این عدد قابلیت تقسیم بر 9 را دارد. اما در آخرش میخوایم یک چیز دیگه هم اضافه کنم. خب متوجه باش. ببین چیزی که در آخرش اضافه کردم است این مجموعه کردن ارقام را تا زمان ادامه میدهیم تا حاصل یک عدد یک رقمی شود. خیلی مهم هست. منظورم از این گپ چی است؟ مجموعه ارقام مثلا یک عدد برات دادم، ببین قابلیت تقسیم بر 9 را دارد. تو وقتی مجموعه ارقامش پیدا میکنی میبینی که یک عدد دو رقمی شد. مثلا مجموعه ارقامش 18 شد. میگه استاد مجموعه ارقام از این خود 9 نشده. خب درست است که 9 نشده. تو مجموعه ارقام تا زمان ادامه بده که تا یک عدد یک رقمی به دست بیاد. آلی خوی دو رقم داره 8 و 1. بنان دوباره جمعشان کن. 1 و 8 مساوی میشه به 9. بالاخره 9 شد. پس اینا من در مثالایش کار میکنم براتون. مثلا اگر بر شما یک عدد داده باشد، فرض کن یک عدد برات داده باشه 8298 مثلا، همچون عددیم. میگه آیا این قابلیت تقسیم بر 9 دارد یا ندارد؟ میگه صبر که استاد ما برای ما گفته بود که مجموعه ارقامش پیدا کن که 9 شود. خب میگن مجموعه ارقامش برو پیدا کن. 8 جمع 2 جمع 9 جمع 8. خب حاصل از اینا چند میشه؟ 8 و 8 16 16 جمع 9 25 25 و 2 27. میگه استاد ما خب گفته بود حاصلش 9 شود. درست است که استاد گفته بود حاصلش 9 شود، ولی در آخرش یک چیز دیگه هم گفته بود. این حاصل جمع کردنی یا این مجموع کردن را تا زمان ادامه میتی تا عدد یک رقمی به دست بیاد. فعلا هم یک رقمی نیست. میبینی که 27 است. 27 اگر فهمیدی که بالای 9 تقسیم میشه، خب خیلی خوب، فهمیدی درست است تقسیم میشه. اگر نفهمیدی باز دوباره بیا جمعشان کن. 2 جمع 7 2 جمع 7 چند میشه؟ 9 میشه. میبینی که حاصلشان 9 شد، مجموعشان 9 شد. پس این که تقسیم میشه 100% خود عدد هم تقسیم میشه. پس به این شکل ما شما میایم عددی را که ببینیم که یک عدد خیلی بزرگی هم باشد، به این شکل میفهمیم که عدد قابل تقسیم بر 9 دارد یا خیر. مثلا عدد فرض کن همچون شکل مثلا
یک عدد بر ما داده. میگه آیا این عدد قابلیت تقسیم بر 9 را دارد یا ندارد. میگم تو یک لحظه صبر که مجموعه ارقامش ما پیدا کنم. خب میگه برو پیدا کن مجموعه ارقامش که وقتی ما میخوایم پیدا کنم میشه 5 جمع 5 جمع 5 جمع مثلا خب 4 تا 5 داریم جمع 4 جمع 1 باز جمع 5 باز جمع 1. خب این آیا قابلیت تقسیم بر 5 را دارد یا بر 7 را دارد یا ندارد. خب مجموع ارقامش رو میخوایم پیدا کنیم. مجموع ارقامش چند میشه؟ 5 و 5 10 10 و 5 مثلا میشه خب 15 15 و 5 20 24 21 25 25 و 5 30 30 31. خب 31 را بازم عدد دو رقمی است دوباره جمعشان کن. 3 جمع 1 3 جمع 1 چند میشه؟ 4. آیا نو شد؟ نشد. پس این عدد وقت تقسیم نمیشه این عدد هم تقسیم نمیشه. پس هرگاه مجموع ارقام یک عدد نو شود او بعدای نو پورا قابل تقسیم است، اگر نشود هم نیست قابلیت تقسیم. میایم به قابلیت تقسیم بر 10. قابلیت تقسیم بر 10 را من تعریفش نوشته میکنم. ببینید دوستا قابلیت تقسیم بر 10 خیلی آسان است. میگیم تعریفش چگونه میگیم هرگاه رقم اول یک عدد صفر باشد بالای 10 پورا قابل تقسیم است. مثل 5 واری از 5 کدام آسان تر است چون در 5 میگفتیم صفر یا 5 در اینجا میگیم فقط صفر. پس تعریفش چگونه نوشته میکنیم؟ خب قابلیت تقسیم بر 10 تعریفش میگیم هرگاه رقم اول یک عدد صفر باشد بالای 10 پورا قابل تقسیم هست. خیلی آسان است. مثلا اگر عدد داشته باشیم 240 مثلا 860 مثلا 2420 مثلا 5690 تمامی از این عددها بالای 10 پورا قابل تقسیم هستند. مثلا عدد 5000 یا عدد 4800 تمام از این یا 48000 یا مثلا این شکل مثال های دیگه هم بسیار زیاد دارن. تمام اعدادی که رقم اولش فقط صفر باشد اونمو عدد قابلیت تقسیم بر 10 دارد. میایم به آخرین قابلیت تقسیم خود قابلیت تقسیم بر 11. بعضی کتابا 12 هم گفتن ولی خب ما تا 11 پیش میریم کافی است. قابلیت تقسیم بر 11. خب چگونه تعریفش میکنیم؟ خب ببینید دوستا ما قابلیت تقسیم بر 11 را یک قسمی تعریف میکنیم. میگیم هرگاه حاصل تفریق مجموعه مراتب جفت و طاق یک عدد صفر و یا عددی باشد که بر 11 پورا تقسیم شود این عدد بالای 11 پورا قابل تقسیم هست. تعریفش کمی طولانی است ولی طریقش بسیار ساده هست. خب دقت کنید چگونه ما شما بفهمیم که یک عدد بالای 11 پورا قابل تقسیم هست یا نیست. مثلا اگر ما داشته باشم 9603 مثلا میگه آیا این عدد بالای 11 پورا قابل تقسیم هست یا نیست. میگم یک لحظه صبر کو که من حاصل تفریق مجموعه مراتب جفت و طاقش پیدا کنم. خب در مجموعه مراتب جفت و طاق تو اول باید مراتب جفت و طاق را بشناسی. مراتب جفت و طاق چی را میگن؟ ما شما در اول حساب خوانده بودیم که اعداد را ما شما مرتبه بندی میکردیم. اول مرتبه عددی که در اول قرار داره خب مرتبه اول هست، بعدش مرتبه دوم میشه، سوم میشه، چهارم میشه به این ترتیب که اسم این مرتبه ها را هم ما شما یک ها، ده ها و صدها، هزارها به این شکل گذاشته بودیم. پس من اگر بیایم از طرف راست به طرف چپ شماره گذاری کنم مراتب را میگم این مرتبه یک است، این مرتبه دو است، این مرتبه سه است، این مرتبه 4. یعنی ما شما در این عدد خود 4 تا مرتبه داریم که مرتبه یک ها، ده ها، صدها، هزارها هستند. پس این 4 تا مرتبه را من شماره گذاری کردم از طرف راست به طرف چپ. حالا در این شماره گذاری میای مراتب جفت و طاقش جداگانه جمع میکنی. خب مراتب جفت و طاق چه قسمی؟ میایم اول طاق ها را جمع میکنم. ببینین دوستا طاق ها را که وقتی میخوای جمع کنی و جفت ها را که میخوای جمع کنی در این دو تا بسیار متوجه باشین. بعضیا اشتباه میکنن میان مستقیم شماره مرتبه را جمع میکنن. نه، ما شماره مرتبه را جمع نمیکنیم، ما عددا را جمع میکنیم. مرتبه یک عددش 3 هست، مرتبه 3 که دیگه طاق است عددش 6 است. پس دو تا مرتبه طاق داریم، یکی مرتبه 1 و یکی مرتبه 3. اعدادی که در این مرتبه قرار دارن کدام ها هستند؟ اعدادی که در این دو تا مرتبه قرار داره عددهای کدام اعداد هستند؟ یک عدد 3 هست، یک عدد 6 هستند. پس بناهن ما شما در مجموعه مراتب طاق میایم عددا را جمع میکنیم نه مرتبه هایش را. درست؟ پس 3 جمع 6 مساوی میشود با 9. میایم جفت هم پیدا میکنیم.
خب میگه استاد چطور 6 عدد تاق گرفته؟ خب دقت کن، در تاق من 3 جمع 6 کردم. میگه استاد 6 خود جفت است، چرا در تاق؟ درست است که 6 جفت است، اما مرتبهش تاق است. ما مهم بر ما مرتبهش است. پس مرتبهش وقتی تاق باشه عددش بر ما مهم نیست که جفت است یا تاق. درست؟ پس ما میاییم عددش را عدد را میگیریم، مرتبهش اگر جفت باشد یا تاق باشد او برای ما مهم است، خود عدد هیچ مهم نیست. حالا مثلا در مراتب جفت مرتبه 2 را داریم و مرتبه، یعنی یک مرتبه 2 است، یک مرتبه 4. اگر در این مراتب کدام اعداد جفت و تاق وجود داره مشکل نداریم، امروز خود مرتبه برای ما مهم است. پس مرتبه 2 و 4 را جمع میکنیم. در مرتبه 2 کدام عدد هست؟ 0 هست دیگه. در مرتبه 4 کدام عدد است؟ 9 هست. خب این دو تا رو با هم جمع میکنیم میشه 9. حالا جفت و تاق را از هم تفریق میکنیم. میگه استاد چه قسم تفریق میکنیم؟ از تاق جفت تفریق میکنیم یا از جفت تاقه؟ مشکل نداره، هر کدامش بزرگ بود از بزرگ کوچک تفریق کن. حالا چون هر دوتایش با هم مساوی هستن پس هیچ فرقی ندارن، میتونیم بگیم که 9 منفی 9. پس در اینجا ما میایم 9 منفی 9 میکنیم. اگر اینمی حاصل تفریق 0 شود و یا ای تو یک عدد شود که بالا 11 تقسیم شود، مثلا چند شود؟ مثلا ممکن 11 شود، 22، 33، 44، اینو تا عددا شود. در اون صورت باز ما شما میایم میگیم که عدد بالای 11 پورا قابل تقسیم است. پس حال 0 شده، به اون خاطر میگیم بالای 11 قابل تقسیم را دارد. پس به این شکل ما شما میبینیم. یک مثال دیگه هم کار میکنم. خب دقت کنین، مثلا اگر یک مثال ما کار کنم، مثلا میگه 39160 رو شما ببینین که آیا قابل تقسیم بر 11 را دارد یا خیر. خب میگم به خاطر از اینکه را ببینم قابل تقسیم بر 11 را دارد یا ندارد، من باید اول مراتب جفت و تاقش مشخص کنم. خب میگم این مرتبه 1، این مرتبه 2، این مرتبه 3، این مرتبه 4 یا مرتبه 5. یعنی در این عدد ما 5 تا مرتبه داریم. میایم جفتا و تاقایش جدا جدا با هم جمع میکنیم. اول میام تاق را جمع میکنم. در مراتب تاق که 1 و 3 و 5 هست کدام عددا وجود داره؟ خب عددهایی که در مراتب تاق وجود دارد، خب یکی 0 هست. خب دقت کنین، یکی 0 هست جمع. دیگه عددی که در مرتبه تاق 3 که هست 1 هست و در مرتبه پنجم عدد 3 وجود داره. پس ما مهم بر ما درست است که میگیم در اینجا مرتبه 1، مرتبه 3، مرتبه 5، این 3 دانه تاق است. بر ما اینی عددایش مهم هست که در این مراتب کدام عددا وجود داره. پس ما او عددا رو انتخاب میکنیم، اگر جفت بود یا تاق بود هیچ فرقی بر ما ندارن. پس ما عددایش انتخاب کردیم. حاصل جمع از اینا رو که بخوایم پیدا کنیم، حاصل جمع تاق ها چند میشه؟ بگذاریم که من را کمی کوچکتر نوشته کنم که اینجا جای شوه. میگم 0 جمع 1 جمع 3. خب مجموعشان که پیدا کنم 4 میشه. از جفت اگر بخوایم پیدا کنم، پس اینجا میایم جفتش هم پیدا میکنیم. برای جفتش که بخوایم پیدا کنیم، خب در مراتب جفت 2 4 هستن، عددهایش که وجود داره 6 و 9 هست. این دو تا رو که وقتی جمع کنم میشه 15. خب اینال میایم حاصل تفریقشان پیدا میکنیم. از بزرگ کوچک تفریق کن. بزرگش چند است؟ 15 هست. از 15 منفی کن کوچکش را که چند است؟ 4 هست. خب 15 منفی 4 میشه چند؟ 11. میبینیم که 15 منفی 4 11 شد. پس 11 بالای 11 پورا تقسیم میشه. خود عدد هم حتما تقسیم میشه. این بود قابلیت های تقسیم بر اعداد. امیدوار هستم که فهمانده باشم براتان و مثال های بسیار زیادی هستن. فقط یک چیز در آخر میخوایم بگویم. شاید بعضی دوستا بگه که استاد چرا ما اینا رو میخوانیم، حالا میتونیم از ماشین حساب از اینا استفاده کنیم، از این چیزا. ولی خب قابلیت های تقسیم را، چند تا قابلیت های تقسیم خیلی در درس بعدی به درد ما میخورن. در بخش تجزیه ما میایم از این قابلیت های تقسیم استفاده میکنیم. وقتی یک عدد تجزیه میکنیم اونجا قابلیت تقسیم را باید بفهمیم که بالای کدام عددا پورا تقسیم میشه. پس بنان قابلیت های تقسیم، خصوصا در این قابلیت های تقسیمی که خواندیم همشان مهم هستن، ولی 2 3 5 خود 4 البته 6 و اینا مثلا در بین از این قابلیت های تقسیم و اینا 7 اینا خیلی مهمتر هستن، خیلی خیلی مهم هستن. باز در بین از اینا اگر براتان بگویم 2 3
5 و 7 خیلی مهمتر هستند. پس قابلیت های تقسیم را خصوصا از این 4 دانه را 100% یاد بگیرین. اولا اینکه تمامش یاد بگیرین، ولی از این 4 دانه را 100% باید حفظ کرده باشی ملاواره. یعنی 100% از این 4 تا قابلیت تقسیم را دمی حافظیت باشه که کدام عددا بالای 2 تقسیم میشه. اعدادی که رقم اولش 0 یا جفت باشه. جفت ها رو برات گفته بودم 2 4 6 8. کدام عدد بالای 3 تقسیم میشه؟ مجموع ارقامش بالای 3 تقسیم میشه. کدام عدد بالای 5 تقسیم میشه که رقم اولش 0 یا 5 باشه. کدام عدد بالای 7 تقسیم میشه؟ رقم اول حذف میکردیم، دو چند میکردیم، از ارقام باقیمانده تفریق میکردیم. اگر حاصل تفریق 0 یا عددی می بود که بالای 7 تقسیم میشد، این عدد هم قابلیت تقسیم بر 7 را داشت. پس شما درس بعدی شما انشالله تجزیه خواهد بود که ما بخیر در بخش تجزیه میاییم و در بخش تجزیه شروع میکنیم به تجزیه کردن اعداد که باز بعدش LCM و GCD میشه. دیگه فصل اول ما کم کم رو به خلاصی می باشد و در اونجا انشالله بحث‌های دیگر راجع به قابلیت های تقسیم در داخل تجزیه هم میبینی استفاده میشه و اونجا هم بهتر شاید بفهمین. خب قابلیت های تقسیم به همین اندازه بود. امیدوار هستم که فهمیده باشیدش و شما هم کوشش کنید که درس‌ها را حتما همراهتان تعقیب کنین. دوستایی که ویدیوهای قبلی را نتونستن سیل کنن یا ندیدن، لطفاً ویدیوها را به ترتیب ببینین، چون این تمام ویدیوهایی که ما آپلود میکنیم به ترتیب هستن. اگر یکی از ویدیوها براتان یعنی ندیده باشین، حتما با مشکل روبرو میشین. پس لطفاً ویدیوهای قبلی را ببینین که تا ترتیب درس ها از پیشتان خطا نخورد و انشالله در ویدیوی بعدی ما میایم روی تجزیه صحبت های خواهیم داشت. خب در ویدیوی بعدی انشالله در بخش تجزیه در خدمت شما خواهد بودیم. شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپارم. موفق و کامیاب باشید.